سلام و درود رفقا، حالتون چطوره؟ خیلی خیلی خوش اومدید به یک ویدیو دیگه. اهورا MVP هستم. امروز قراره بریم سراغ اخبار سیزن جدید کالاف. نمیدونم سیزن چندمه، ولی خب سیزن جدید هرچی هست. یکی از حس میکنم یکی از بدترین آپدیت های تاریخ کالاف باشه. واقعا افتضاح. کل اخبارش دیدم حالم بد شد اصلا. و خب 100% یه سری از پلیرها دیگه پلی نمیدن با این وضعیت. کلا داره از سمت کالاف اینه به وارزون. قبل اینکه این سراغ ویدیو رو لایک بکنین، چنل ما دنبال بکنین، زنگوله هم بزنین که هر موقع ویدیو میذاریم یا استریم میذاریم با خبر بشید. این سراغ ویدیو. آقا اولی این گرفتن است که جدا از اینکه موومنت عوض شده، حالا موومنت رو بیشتر بهتون میکنم، این این گرفتن، یعنی شما از روی کاکتر یهو میایین روی گان که چیز چرت و پرتیه. به نظرم واقعا لازم نبود از این کار رو انجام بده. این شکلی میشه. همین تایمی که داره میره تو ایم گانه، همین ممکنه از آدم بمیره. واقعا خیلی مسخره یه. خب بازم حالا قابل تحمل تره. حالا بقیه اخبار رو بهتون نشون بدم، واقعا میمون چی بگید. واقعا آقا اینی که میبینید انیمیشن پریدن رو به پایینه. یعنی قبلا شما مثلا با وینگ سویت همون جت پک میومدین پایین، الان چتره. یعنی شما الان از بالای ساختمون بخواین با چت برین پایین، انمی راحت شما رو زده و همون لحظه بعد از لابی مچ بعد استارت کنید. این هم داخل اول شخصشه که خب این تو اول شخص باحاله واقعا، ولی خب میزنن انمی ها میزنن. داخل مولتی شما همینطور که نید دستتونه میتونید تیر بزنید. چیز جالبیه، بدک نیست، خوبه. یک خبر دیگه اومد که من فیلمشو پیدا نکردم، ولی اینکه شما روی نرده اومد ببین بالا از ساختمون میتونید با هم تیر بزنید که اینم مسخره است، واقعا افتضاحه. این از این. بریم سراغ این سیف هاوس هست که شما میتونید گانای بیشتری توی سیستم بزرگتر میشه. این سیف یعنی سیف هاوس میگم، این یاروه، این دیواره. و همچنین داخل سیزن بعد زیر هر گان لجند که قراره به تازگی برگرده تایم میزن که چه سیزنی کی برمیگرده. به نظرم چیز واقعا جالبی هستش. چیز درست اضافه کردم، ولی موومنت خیلی کارو خراب کرد. واقعا آشغال این موومنته. خب بریم سراغ بخش مزخرف موومنت. این از موومنتی که داریم میبینیم اینجاش. حالا باز هم خوبه، خوشحال باشین تیکر رو، ولی واو بخش اسلاید رو نگاه کنید چقدر مزخرف. نگاه کنید اصلا کاراکتر چی میگن میچرخه اصلا تو خودش. واقعا مسخره است. این بیشتر غیر واقعی شد تا بخواد مثلا شبیه وارزون چه واقعی تر بشه. خیلی غیر واقعی شد اصلا. خیلی کاراکتر چی میگن شله، واقعا باحال نیست. آقا از این ویدیو بود. مرسی که ویدیو تا آخر تماشا کردید. نظرتون رو در مورد این آپدیت بنویسید حتما که آیا بعد از این آپدیت بازم کالاف پلی میدید یا نه. به اعتماد چند وقت دیگه هم تا سیزن بعد خیلی مونده، چند وقت دیگه هم در اخبار گردون و بتل پس هم میاد، اونم براتون حتما میذارم. تا یه ویدیو دیگه، فعلا خدافظ.